أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب حدیث کتاب ریاض الصالحین که در باب زهد و تشویق و تقلل کمخواهی از دنیا و فضیلت فقر در این باب رسیدیم. حدیث 456. حدیث 456 امام نووی این حدیث رو آورده است که عن عمرو بن عوف الانصاری رضی الله عنه، عن عمرو بن عوف الانصاری رضی الله عنه، از عمرو بن عوف انصاری رضی الله عنه روایت است ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعث ابا عبیده بن الجراح رضی الله عنه الى البحرين یأتی بجزیتها فقدم بمال من البحرين. میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعث ابا عبیده بن الجراح رضی الله عنه، فرستاد ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه را الى البحرین، به طرف بحرین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن جراح را به طرف بحرین فرستاد. چرا فرستاد؟ یأتی بجزیتها، بیارد جزیه که از بحرین جمع میکنند. فقدم بمال من البحرین، پس آورد مال را از بحرین، همین جزیه را جمع کرد و مال از اونجا را میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورد یا به مدینه آورد. فسمعت الانصار بقدوم ابی عبیده، پس شنیدند انصاری ها بررسیدن ابو عبیده، یعنی انصاری ها فهمیدن که ابو عبیده با مال از بحرین بازگشته است. فوافوا صلاه الفجر مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس بجا آوردن. فوافوا یعنی وفا کردن نماز رو، که بجا آوردن یعنی خواندن نماز بامداد رو همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم. انصاری آمدن با رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بامداد رو خواندن. فلما صلى رسول الله صلی الله علیه و سلم انصرف فتعرضوا له، پس زمانی که خواندک صلا نماز رو خواند رسول الله صلی الله علیه و سلم، انصرف یعنی رو به طرف اونها کرد. فتعرضوا له، پس تعرض کردن ویها به رسول الله صلی الله علیه و سلم. تعرض یعنی که حالشون یا که اشاره کردن به رسول الله برای یک چیزی میخواستن، یا حال اونها بگم همین خیلی بیان میکرد که همونها چیزی طلب کردیستن، فهمو همونها درخواست کردیستن، همین تا حالشون به همین اندازه بود. میگم فتبسم رسول الله صلی الله علیه و سلم حین رآهم، پس خندی تبسم کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دید ویها را، وقتی انصاری ها را دید رسول الله صلی الله علیه و سلم تبسم کرد. ثم قال، پس رسول الله گفت که اظنكم سمعتم ان ابا عبیده قدم بشیء من البحرین، گمان میکنم گفت که شما شنیدید که ابو عبیده آورده چیزی از بحرین. قدیمه بشیء بلا ترجمه نمیکنیم، برای همون دقت بتید. و بعد قدیمه به که میوید حرف جاره ترجمه نمیشود. قدیمه بشیء من البحرین یعنی که آورده چیزی از بحرین، چیزی از بحرین آورده. گفت فکر میکنم گمان میکنم که شما این چیز را شنیدید، خبردار شدید. فقالو، پس انصاری ها گفتن که اجل یا رسول الله، یعنی بله ای رسول الله، یعنی خبردار شدیم برای هم اومدیم. بله. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت ابشروا ابشروا و املوا ما یسرکم. ابشروا یعنی که بشارت برای شما، ابشروا یعنی بشارت برای شما، و املوا ما یسرکم، و املوا یعنی امیدوار باشید، و املوا امیدوار باشید، ما یسرکم آن چیزی که شما را خرسند میکند. ابشروا و املوا ما یسرکم یعنی بشارت به شما و امیدوار باشید آن چیزی که شما را خرسند میکند. فوالله، پس پیغمبر قسم خورد، قسم به الله، مل فقر اخشى علیکم، یعنی فقر نمی ترساند مرا برای شما، یعنی فقر نگران نمی کند من را برایتان، یعنی که من از فقیر شدن، از ناداری برای شما نمی ترسم.
ولکنی اخشى علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم. ولکنی، پیغمبر گو ولیکن من اخشى علیکم، میترسم، نگران هستم برای شما، ان تبسط الدنیا، کشاده شود، فراخ شود برای شما دنیا، ان یبسط دنیا علیکم، برای شما دنیا فراخ گردد، کما بسطت علی من کان قبلکم، چطوری که فراخ گردانده شد، کشاده شد دنیا برای کسانی که پیش از شما بودن. پیش از شما بودگی و دنیا براشان فراخ شد و دنیا براشان مهیا شد. فتنافسوها کما تنافسوها، پس اونها رقابت کردن در بینشان. فتنافسوها یعنی پس رقابت کردن ویها برای دنیا در بینشان، کما تنافسوها، پس چطوری که فتنافسوها، پس شما رقابت میکنید برای دنیا، کما تنافسوها، چطوری که ویها چیکار کردن؟ رقابت کردن. یعنی دنیا فراغ میشود، شما رقابت میکنید چطوری که قوم پیشین هم رقابت کرده بودن. فتهلککم کما اهلکتهم، پس هلاک میشوید شما یا هلاک میگردوند شما را چطوری که ویها را هلاک گردان. یعنی دنیا وقتی که رقابتی با دنیا میکنید هلاک میشوید چطوری که ویها هلاک شدن. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من از فقر و ناداری نمیترسم. یعنی که یک بشارتی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که دنیاتون خوب میشود. حدیث متفق علیه است. این از حدیث 456. بعد از این حدیث 457 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت جلس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، یعنی نشست رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بالای منبر، و جلسنا حوله، و نشستیم ما در اطراف پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما نشستیم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که این مما اخاف علیکم من بعدی ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا و زینتها. پیغمبر گفت این مما اخاف علیکم، هر آینه از جمله آن چیزی که اخاف علیکم نگران کرده است مرا برای شما یا نگران هستم برایتان، من بعدی که بعد از من به اون دوچار نشوید، اون چی است؟ ما یفتح علیکم من زهرة الدنیا، آن چیزی که کشاده می شود برایتان از زهره دنیا، یعنی از حسنات و خوبی ها و خیرات دنیا برای شما کشاده می شود، و زینتی ها و زینت دنیا هم برایتان کشاده می شود، یعنی دنیای پر زینت رو شما می بینید. یعنی که این چیز مرا می ترساند. این هم حدیث همچنین بشارت برای بعدینها بود که یعنی که بعدینها از دنیا براشون فراخ میگردد. حدیث متفق علیه است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دارایی که به اهمیتی در آن شود یا که از دارایی که حق و حقوق الله برآورده نشود از اون نگرانی میکرد، یا که از فتنه دارایی نگرانی میکرد. خب بعد از این حدیث 457 و عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، و از وی روایت است، یعنی از ابو سعید خدری، از ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این الدنیا حلوه خضره، یعنی هر آینه دنیا شیرین است، خضره است، یعنی سبز است، یعنی که دلفریب است. خضره سبز است، اصلا سبزی که دلفریب است، انسان فریب میدهد. یعنی دنیا شیرین است و دلفریب است. و ان الله تعالی مستخلفکم فیها، و هر آینه الله سبحانه و تعالی مستخلفکم فیها، یعنی که شما را خلیفه گرداندگی است در این دنیا. یعنی خلیفه یکدیگر هستید شما در این دنیا. الله شما را خلیفه یکدیگر گرداندگی است، یعنی که پدر از دنیا می رود و فرزند می آید و فرزند باز کلان می شود، خلاصه یکدیگر در خلیفه می شوید. الله سبحانه و تعالی شما را همینطور خلق کردگی است. فینظروا کیف تعملون، باز الله سبحانه و تعالی چیکار میکند؟ فینظروا، پس الله نگاه میکند، کیف تعملون، چطور شما عمل میکنید، چطور شما معامله میکنید. الله سبحانه و تعالی
این را نگاه میکند. فاتقوا الدنیا و اتقوا النساء. اکنون پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه که پس شما پرهیز کنید. فتقوا یعنی پس بپرهیزید، پس دور باشید. از دنیا یعنی از فتنه دنیا. پس شما دور باشید، پرهیز کنید از فتنه دنیا. و اتقوا النساء، پس شما دور باشید و بپرهیزید از فتنه زنها. این دو فتنه بسیار فتنه بزرگ و کلانی است، فتنه دنیا و فتنه زنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه از این دو فتنه شما پرهیز کنید و دور باشید. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 459 و عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال. از انس رضی الله عنه روایت است، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت: اللهم لا عیش الا عیش الاخرتی. گفت ای بار الها، لا عیش یعنی زندگی وجود نداره، یعنی زندگی دنیا زندگی نیست. لا عیش یعنی زندگی دنیا زندگی نیست. الا عیش الاخرتی، فقط و فقط زندگی آخرت زندگی است. زندگی دنیا یعنی اللهم لا عیش الا عیش الاخرتی، ای بار الها زندگی دنیا زندگی نیست، فقط و فقط زندگی آخرت زندگی هست. الا مگر اینکه که فقط و فقط. حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 460 حدیث 460 و عنه یعنی از انس رضی الله عنه روایت است. عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند که قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که یتبع المیت ثلاثه، یعنی که همراهی میکند مرده را سه چیز. یعنی از با مرده یک جا میروند سه چیز. وقتی که انسان میمیرد سه چیز همراهش میرود، همراهش هست: اهله و ماله و عمله. یکم اهلش است یعنی خاندانش است، تا سر قبر با مرده میروند، یک جا همراهی میکنند مرده را. و ماله و مال میت است، اگر ماشین داشته باشد، اگر دارایی داشته باشد، اون ماشینش هم تا پیش قبر میرود قطیش. و عمله و عملش هم قطیش میرود. این سه چیز همراه میشود با میت، با مرده. فیرجع اثنانی، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه پس باز میگردن دو تا اینها باز میگردن. و یبقى واحد، و یک تای از اینها با مرده میماند. دو تاش باز میگردد، یک تاش با مرده میماند. یرجع اهله و ماله، باز میگردد خاندانش و مالش. خاندانش، خیش تبارش، نزدیکاش که دو سر قبر رفتن بعد گور کردن باز میگردد. و مالش هم ماشینش هم با یک کس میگیره میارد، مالش هم باز میگردد. و یبقى عمله، و باقی میماند عملش. فقط اکنون عمل است که با میت، با مرده در داخل قبر باقی میماند و همراهی میکند. الله سبحانه و تعالی عمل صالح کردن برای ما نصیب بگرداند. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. و عنه قال، و از وی روایت است، حدیث 461. و عنه قال، و از وی روایت است، یعنی از کی؟ از انس رضی الله عنه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، انس میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یؤتی بانعم اهل دنیا من اهل النار یوم القیامت، یعنی که آورده می شود بانعم اهل دنیا، یعنی که با کسی که انعم است. انعم یعنی که برخوردارترینی از نعمتهای دنیا، کسی که در این دنیا مشکلی را ندیده است، داراییش بود، تمام ناز و نعمت، بیمار شدگی نیست، همیشه در لذت بود. انا همین طور انسان را میگه در روز قیامت آورده می شود من اهل نار، لیکن این اکنون در روز قیامت در آتش دوزخ است. از داخل دوزخ میبرارن، همین طور انسان میارن یوم القیامت، در روز قیامت. فیسبغ فی النار سبغتن، پس غوطه زده می شود همین شخص در آتش دوزخ. یا غوطه، همین طور بگم در دوزخ یا میدازند و میگیرندش، خلاص. حال در دور دوزخ نمیستد، فقط یا میدازند
باز کشیده میگیرندش. چرا؟ اکنون سوال میکنند. ثم یقالو، بعد اکنون این را سوال میکنه، میپرسند یبن آدم، ای فرزند آدم، هل رأیت خیرا قط، ای کسی که در دنیا یگان مشکلی نداشتی، هل رأیت خیرا قط، آیا خیر، خوشی و خرسندی را دیدگی هستی؟ قط یعنی هرگز خرسند شدگی بود یگان وقت؟ با سوال دیم، هل مر بک نعیم قط، آیا داشتی، یعنی که نعمت هر یگان زمانه، یعنی زمان گذشتگی است که تو دارای نعمت باشی، از مشکلات خلاص خوردگی باشی، همین طور زمان بود؟ فیقول لا والله یا رب، پس میگوید که اون کافی یا که اون انسانی که همیشه در نعمت بود با یک غوطه زدن در دوزخ میگوید که نه، ای قسم به الله، یعنی که چنان عذاب و شکنجه دوزخ وزمینه که تمام چی را فراموش میکنه، فکر میکنه یه حیات در عذاب و شکنجه و مشکلی بود، اصلا نعمت دیدگی نیست. این یکم انسان است که با یک غوطه زدن در دوزخ جوابش این هست. اکنون میارد یک کمبغل و نادار، یک انسان پرهیزگار و متقی را، و یؤتا باشد الناس بؤسا فی الدنیا من اهل الجنتی، پس میگه آورده می شود، و یؤتا و آورده می شود، باشد الناس بؤسا، با سختترین مردم از روی رنج و سختی ها و فقر و ناداری. یک انسان همیشه عذاب کشیده در دنیا را میارن، فی دنیا، در دنیا همیشه عذاب کشیده است، من اهل الجنتی، لیکن از اهل جنت است. فیسبغ سبغتن فی الجنتی، پس غوطه زنانده می شود همین فقیر و نادار، یک غوطه زنی در جنت، یک بگیم داخل جنت میدرارند و میبرارندش، خلاص بدرا و ببرا. فیقال له، پس گفته می شود برای انسانی که همیشه عذاب دیدگی است، یبن آدم هل رأیت بوسا قط، ای فرزند آدم، آیا تو فقر و رنج و سختی های را کشیدگی هستی؟ هرگز سختی دیدگی هستی؟ هل مر بک شدت قط، آیا گذشتگی هست برای تو شدت سختی های دشواری های، هرگز یکان دشواری برای تو گذشته است؟ فیقول لا والله، پس این انسانی که همیشه در دنیا عذاب کشیدگی بود با یک داخل جنت شده برآمدن میگوید نه ای پروردگار، همه را فراموش میکنه دیگه، همه مشکلاتی بود گذشت، میگوید که نه ای پروردگار، اصلا فقر و ناداری و کمبغلی را ندیدم. ما مر بی بؤس قط، میگه که نه ای پروردگار، یعنی که ناداری بر من گذشتگی نیست، من پیشتر نادار نبودم. ولا رأیتو شدتا قط، و همچنین ندیدم سختی را هرگز، یعنی همه چی فراموش می شود با یک جنت در آمدن یا با یک دوزخ در آمدن. همه چیزی که در این دنیا خرسندی و شادی بود یا غم و اندوه و فقر بود همه فراموش می شود. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب یه حدیث دیگر کوتاه که ایران بگیریم. بله، حدیث 462، وعن المستورد ابن شداد رضی الله عنه قال، از مستورد ابن شداد رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما الدنیا فی الاخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ما الدنیا فی الاخرة، یعنی نیست ارزش دنیا ارزش ندارد، فی الاخرة یعنی در برابر قیامت. برای ترجمه را دقت دید که کمی توضیح میخواد. مد دنیا یعنی دنیا ارزش ندارد، فی الاخرة یعنی در برابر آخرت، الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم، مگر این که مثل آنه که یجعل احدکم یعنی فرو میبرد میدرارد یکی از شما اصبعه انگشتش را فی الیم در آب دریا. در یک آب دریا چطوره که یک انسان دستش را انگشتش را میدازد،
میگه دنیا نسبت به قیامت ان همین طور است. فلینظر، پیغمبر میگه پس نگاه کنه دمون انسان بما یرجعو، به چی چیزی باز میگردد انگشتش، یعنی چند قدر آب را بیما، یعنی به چی قدر آب از داخل اون باز مثلا یک چلیک تا در داخل بحر بزه بکش بگی بعد در چلیک تو چند آب میآید در انگشت. پس دنیا میگه انمو قدر ارزش دارد، یعنی دنیا به ارزش ترین چیز است نسبت به آخرت. این آخرت است که پر ارزش و زحمت و مهنت برای آن ارزش دارد و ارزنده است. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. خب این بود درس امروزمون، حدیث 463، انشاءالله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.